نزن، من میدونم اون چه خانمان سوزیه، نکن با خودت این کارو. کارتو میزنم تو پودر بیک، میکشم رو چشم، روش خط چشم میکشم، جفتش صاف درآد. چرا اینجوری کردی با این؟ تو اینستا دیدم راحت‌تر نیست. آماده ای بریم؟ جوراب شلواریمو بپوشم رفتیم. جوراب شلواری چرا باید تو فریزر باشه؟ یا خیس کنی بذاری فریزر دیگه نخکش نمیشه. لایفک جدیده. هافتونه چیکار میکنی؟ عزیزم چه بلایی داری سر اون کفش میاری؟ زیرشو تاف میزنم سر نخوره، توشو پودر میریزم عرق نکنه، پشتشم چسب میزنم زخم نکنه. چرا اونو میچسبونی تو به لباس؟ زیر بغلش از توپ حد میچسبونم، عرق کردم لباسم خیس نشه. موهات نوشابه میخورن بابا؟ برو بابا، تافتم تموم شده، دارم با نوشابه موهامو فر میکنم. چرا از همه چی استفاده دیگه میکنی؟ شب بخیر. این چه کوفتیه؟ جوراب شلواری رو میکشم سرم، نصف موهام تو این پاچه، نصف موهام تو این پاچه، گره میزنم که شب موهام تو خواب گره نخوره. این چیه؟ بابا میسلا رو بریزی رو پد فوت کنی از پشت میشه فوم پاک کننده. منگول گوش میرزا اون با چیه؟ جوراب موهامو میپیچم بدون حرارت و خیلی سالم موهام کرلی میشه. چرا وازلین رو آب میکنی عطر میزنی تو؟ بابا اینجوری وازلین عطری دارم میزنم به دست صورتم، بو عطر میده. خب وازلین عطری بخر. سلام. این چه قیافه ایه؟ با کش بالای لبمو 5 دقیقه میبندم، بالاش حجم میگیره روسی میشه. لایف هکر. من برم کله‌مو مسواک بزنم. چی؟ کف سر چرب میشه، با شامپو مسواک میزنم چربی رو این میگیره. مسواک من نیست؟ چرا؟ یا عروسک هست.